این چالشی که گذاشتم برای قمر در عقرب، یه تعدادی از دوستان جوابهایی دادن که برای خود من قابل قبول بود و پذیرفتم و الان برای شما هم توضیح میدم. میگن توی یک زمان خاصی که معمولا ماه عقرب هستش، ماه توی یک زاویه‌ای با زمین قرار میگیره، توی یک جایگاهی قرار میگیره که مدت 3 روز، میگن علاوه علمی ها، خرافات نه، میگن توی این 3 روز همه باید مراقب باشن، امکان داره اتفاقات شومی روی زمین بیفته. برای همین یعنی اون زمان خیلی اوضاع خرابه. به خاطر همین هم هستش که وقتی که یک شرایط خیلی بدی پیش میاد میگن اوضاع خیلی قمر در عقربه. من اینو پذیرفتم، دیدم خب به این دلیله که میگن اوضاع قمر در عقربه. اما داستان سینه پهلو رو متاسفانه دوستان خیلی هاشون میان معنیشو میگن. معنیشو میدونیم همه. من میخوام بدونم چرا میگن سینه پهلو. سینه پهلو میکنه. این سینه پهلو میکنه یعنی چی؟ این از کجا اومده؟ ریشش چی هست؟ هنوز جواب درستی متاسفانه تا این لحظه نیومده.